در سوره احزاب آیت 41 چنین آمده است. ترجمه معنا: ای کسانی که ایمان به الله آورده اید و عمل به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم کرده اید، الله را با دل و زبان و عضوهای خود بسیار یاد کنید. در دوام آیت چنین آمده است. آیت 42: و در همه وقت به یاد الله باشد و هر بامداد و شام بعد نمازهای فرض او را تسبیح گوید. این در ترجمه معنا آمده است و در تفسیر طبری چنین آمده است: زیرا این دو وقتهای بزرگ هستند که محبت الله را جلب می نماید و زبان را از گناه باز می دارند و بر کارهای نیک کمک می رساند و ذکر الله در این وقتها مشروع است. اما در ترجمه معنا باشد آمده است: و بامداد و شبانگاه تسبیح گوید. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید الله را بسیار یاد کنید و بامداد و شبانگاه تسبیح گوید.